صبحتون بخیر و پرفیض باشد کاربران گرامی آزادی ویدیو. امیدواریم در هر کجایی که هستید خوب و سلامتید و البته همراه با رادیو آزادی که پیوسته تلاش میکند شما را در جریان خبرهای تازه بگذارد. امروز 15 ایول و ساعت به وقت پرگ هفته صبح است و من شالو گلخوجه آماده هستم که چون همیشه نوگانی ها را برای شما بگویم. و چون معمول در این هفته های اخیر شروع میکنم از پروازهای چارتری، شرکت سومون ایر برای آوردن توجیکان درمانده پرواز مخصوص را با خطسیر دوشنبه استانبول دوشنبه به نقشه گرفته است. قرار است پرواز روز 17 ایول از دوشنبه 6:20 و از استانبول 10:05 به وقت محلی انجام شود. سومون ایر میگوید تاجیکستانی هایی که خواهش بازگشت به وطن را دارند باید در نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان در ترکیه خود را ثبت نام کنند. از شهروندان خارجی که عزمی از استانبول به دوشنبه سفر کردن را دارند پیشنهاد حجت‌های اجازه دهنده ورود به تاجیکستان طلب می شود. طبق اعلانی نشر کرده شرکت سومون ایر، اشخاصی که اسناد اجازه ورود به قلمرو ترکیه از جمله روادید عمل کننده سوغورته طبی به مهلت سکونت را دارند می توانند از این امکانیت استفاده برده از دوشنبه به استانبول بروند. مسافران ترانزیتی را داشتن حجت‌های اجازه دهنده عبور از قلمرو ترکیه، اسناد اجازه دهنده ورود به نقطه نهایی سفر و چپته های پرواز حتمی باشد. از همه مسافران به طور حتمی داشتن نقاب و دستپوش حفاظتی تقاضا شده است. هنگام ورود به فرودگاه شهر استانبول همه مسافران باید انکته مخصوص را پر کنند و از سنجش کووید 19 گذرند. در صورت معاین شوی نشانه های بیماری کرونا ویروسی نو مسافران اخراج نشده بلکه از حساب خود و یا شرکت سوغورته کننده تبابت کرده می شوند. گرفتاری 3 کارمند سفارت تاجیکستان در روسیه با کرونا ویروس تصدیق شده است و احتمالاً در سفارت کرانتین اعلان شود. در سفارت تاجیکستان روز 14 ایول به رادیو آزادی گفتند که حکومت روسیه از آنها درخواست کرده است روی خط کارمندانی را که با این 3 نفر تماس داشتند در اختیار آنها گذارد. بر اساس معیارهای بهداشتی در روسیه افرادی که با گرفتاران کرونا ویروس تماس داشتند از تشخیص می‌گذرند و تا 14 روز به کرانتین فرا گرفته میشوند. در اصل همه کارمندان سفارت با این 3 نفر تماس داشتند، اما هنوز سفارت به خلاصه نآمده است که به کدام شکل کار کند، گفت یک همصحبت ما در سفارت تاجیکستان در روسیه. آخر ماه می مقامات تاجیکستان اعلان کردند که پروازهای چارتری به تاجیکستان را به راه ماندند و شهروندان نیازمند را با نوبت به وطن برمیگردانند. پس از این در نزد سفارت مهاجرانی که خواهش بازگشت به وطن را داشتند جمع آمدند. هفته گذشته آنها اعتراض کردند که سفارت در روی خط آنها را جای داده است که در اصل نیازمند نیستند. سفارت ادعای آنها را رد میکند و میگوید در نوبت اول زنان حامله و معیوبان را به وطن برمیگردانند. در سفارت تاجیکستان گفتند که در صورت اعلان کرانتین دیگر مهاجران را قبول کردن نمیتوانند و کار را با شیوه برخط یا آنلاینی به راه میمانند. چون از بیماری کووید 19 گفتیم، شماره عمومی فوتیدگان بر اثر کووید 19 در تاجیکستان به 56 نفر رسید. دفتر مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان شامگاه 14 ایول اطلاع داد که شبانه روز گذشته در کشور 48 نفر به این بیماری گرفتار شده، 1 کس فوتیده است. وزارت تندرستی میگوید که از 30 اپریل تا کنون 6643 نفر در تاجیکستان به این بیماری گرفتار شده، 5332 یا 80% مبتلایان شفا یافتند. با اطلاع این وزارت شبانه روز گذشته 178 نفر گمانبران زیر مراقبت پزشکان قرار داشته، 54 نفر بعد از معالجه رخصت داده شدند. ولی متخصصان با امور رسمی شبهه دارند و میگویند بنابر نبودن تشخیص درست و مناسب کرونا ویروس نو ممکن است تعداد واقعی گرفتار و تلفات از بیماران به مراتب زیادتر باشد. سازمان هلال احمر میگوید در افغانستان سرایت کرونا ویروس به طور فوجیه بار افزایش یافته، شفاخانه و مؤسسه های تندرستی سرشار از بیماران هستند. طبق امور رسمی در افغانستان 37700 نفر گرفتار کووید 19 بوده، بیش از 1000 نفر از بیماری کرونا ویروس نو به هلاکت رسیدند. روز 14 ایول سازمان هلال احمر افغانستان در اظهارات گفت که این کشور در روبروی فوجیه بهداشتی اجتماعی و اقتصادی قرار دارد که سببگار آن بیماری کووید 19 است. به قول همین منبع شماره واقعی گرفتاران
کووید 19 احتمال به مراتب بیشتر باشد زیرا آزمایش مردم محدود بودن نظام تندرستی ضعیف است. بر پایه معلومات سازمان جهانی تندرستی در افغانستان یک طبیب به 3500 ساکن راست میآید. با نیلوب مبارز دبیر کل هلال احمر افغانستان خادمان ساحه تندرستی با کمبود نقاب و دیگر جهاز حمایتی روبرو بوده دسترسی به مناطق دوردست برای آزمایش معالجه گرفتاران محدود است میگوید او. در 6 ماه اول سال جاری بیش از 6000 ساکن سوخت وفات کرده است ولی مقامات میگویند که فقط یگان نفر آنها از بیماری کووید 19 به قید گرفته نشده است. این معلومات را مسئولان شعبه ریاست اسناد حالتهای شهروندی در ولایت سوخت روز 14 ایول ضمن نشست خبری اعلام کردند. فرهمند نرزی زاده یک مسئول نهاد گفت در نیم سال اول سال روان 6063 ساکن سوخت وفاتیدند که نظر به سال پیش 285 نفر زیاد باشد. او در پاسخ به سوال آنکه بیماری همگیر کووید 19 سبب به هلاکت رسیدن چند نفر گردید گفت فوتیدن یگان نفر بیماری کووید 19 در شعبه ریاست اسناد حالتهای شهروندی ولایت ثبت نشده است لیکن سبب فوت 203 نفر رسما از بیماری التهاب شش همچنین 109 نفر دیگر از نورسایی شدید کوری شش و دل به قید گرفته شده است. با گفته مسئولان شعبه ریاست اسناد حالتهای شهروندی این نهاد سبب‌های مرگ ساکنان را از روی شهادتنامه طبی وفات آنها که ریاست تندرستی تهیه و پیشنهاد می‌کند رسما ثبت می‌نماید. بیش از 41% خانواده‌ها در یک تحقیقات بانک جهانی در تاجیکستان گفتند که مصرف غذا را در ماه می 2020 کم کردند. در نشر نوی تحقیقات صدای تاجیکستان که آن را دفتر بانک جهانی برای سنجش وضع نیک و احوالی خانواده‌ها منتظم دایر می‌کند گفته می‌شود 41% پرسیده شده‌ها از کم کردن استعمال خوراکواری در ماه می امسال خبر دادند. این حالت در قیاس به همین دوره سال گذشته 24% بیشتر بوده است. مؤلفان این تحقیقات نوشتند امنیت اوضاع در تاجیکستان از روی چند نشانداد بدتر شده است. بیشتر پرسیده شدگان گفتند گرسنگی میکشند، خوردن خوراک را کم کردند و از آن در تشویشند که غذای کافی برای خود خریداری کرده میتوانند و یا نه. دیگر نشاندادهای نیک و احوالی نیز به نوشته مؤلفان تحقیقات بدتر شده است. از جمله شماری خانواده‌هایی که ماه می گفتند طول 7 روز اخیر کسی از عائله آنها کار نمی‌کند از 20% قبلی تا به 40% بیشتر شده است. شماره جای‌های کار خالی در پایگاه معروف سامانتیجه در قیاس به ماه ینور 70% کم شده است. ضمناً دولت علی سعید معاون اول نخست وزیر تاجیکستان در نامه‌اش به پرزیدنت بانک آسیای رشد هم نوشت بنابر تاثیر منفی پاندمی کرونا ویروس حکومت پیش بینی می‌کند که 100,000 نفر در تاجیکستان بیکار می‌مانند و میزان بیکاری از 2 تا به 6% بالا می‌رود. دیروز در روز سیوم برخوردهای مسلحانه در مرز میان آذربایجان و ارمنستان 7 نظامی آذری از جمله یک گنرال به هلاکت رسیده از طرف مقابل 4 سرباز ارمنی کشته شدند. در برخوردها توپخانه وزنین هم استفاده شده است. جامعه جهانی دعوت دارد که جانب‌ها فوراً مقاومت را متوقف کنند. طرف‌ها هم دیگر را با گشودن آتش ایبدار می‌کنند. در سال‌های 90 آذربایجان و ارمنستان برای نظارت منطقه قره‌باغ کوهی جنگ کردند. در دوام 3 روز مناقشه اخیر طبق گزارش‌های رسیده در برخوردها 16 کس به هلاکت رسیدند. خبرنگاران رادیو آزادی وضعیت را مراقبت دارند و شما بینندگان عزیز تفصیلات را می‌توانید در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. نظام عدلیه ایران میگوید یک کارمند سابق وزارت مدافع این کشور با جرم فروختن معلومات به اداره مرکزی اکتشافی ایالات متحده آمریکا اعدام شد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی نظام عدلیه روز 14 ایول گفت ریزو از غریب با گناه فروختن معلومات درباره برنامه موشکی ایران هفته گذشته اعدام شد. و بینندگان عزیز چون معمول در پایان صحبت برای شما از قرب اسعار خارجی میگم که از طرف بانک ملی چنین تعیین شده است $1 10 سومانی و 30 درم است، یک یورو 11 سومانی و 72 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی رسا 144 سومانی و 30 درم تعیین گردید است که نسبت دیروز 70 درم کمتر می باشد. این خبرهایی بود که در ساعت 7 با وقت پراگ من پیشنهاد شما کردم و بعد 3 ساعت دیگر بازم با شما ملاقات داریم با خبرهای نو. من شما رو در همینجا منتظرم و امیدوارم ما رو همراهی خواهید کرد. تا اون وقت خود را احتیاط کنید، روزی با قرار داشته باشید و سپاس که هر روز با ما هستید.